مثل همیشه امروز هم عیسی محمد قلمیار همکار خوب ما در بخش گزارش صبحگاهی ما یکی از مکان‌ها را اختصاص داده تا گزارش زنده به ما تقدیم بکنه. با اینا همکلام میشیم ببینیم کجا موقعیت دارن. عیسی جان سلام، صبحت بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. آسیب الله به شما و صبح همه بینندگان تلویزیون ملی افغانستان بخیر. خدا کنه صحت و سلامتی داشته باشی لالا. بخیر و با عزت باشی. انشالله که یک صبح قشنگ را آغاز کرده باشی و دوشنبه بخیر را بگذرانی. کجا موقعیت داری و گزارش امروز از چی خواهد بود؟ آسیب جان، قسمی که شما در تصویر میبینیم ما امروز به یک مکتب آمدم اینجا که شاگردای نازنین درس میخوانه. ما میخواستیم درباره مضامینشان، درباره تدریسشان، درباره نظم و دیسیپلین مکتبشان صحبت داشته باشیم که دوستا امروز ما بسیار با عجله خود رساند گفتند باشه که وقت گزارش ما تا بالا نشود دیگه. بخیر و با عزت باشی. از ما بعضی چهره دیدم که یک قسم عجله داری، در تصویر معلوم میشه که امروز گزارش را بکنی و ما مشتاق و علاقمند هستیم که بیشتر ببینیم و بشنویم از زبان خودت و از همچنان از اساتید بزرگوار و شاگردانی که در این مکتب حضور دارند. بچه‌ش هم انشالله آسیب الله جان شما هم باشین. اگر کدام سوال در بین گزارش در ذهنتان بوده انشالله او را گفته میتونی. ما که دوستا میجا انشالله روبرو میشم و گپایی می داشته باشم دیگه. تشکر. حتما انشالله ما با شما خواهد بودم، تعقیب میکنم گزارشتان همچنان. شاگردار بیار سامدی امور هم صحیح است انشالله. همیشه چند شاگردای دیگه هم آمده گفت انشالله که شما یک جای ما میریم سیم. اما شاگردار هم بیشتر هم اشاره کردم که همین شاگردا هم بیایه که چون یک جای بریم در سیم که در سیم پیشان چی وضعیت است. او ماشاءالله ماشاءالله خوش آمدی. صبحت بخیر. صبح شما بخیر بری. صبحت بخیر. صبح شما بخیر. بخیر بری مکتب بری بخیر نصیب تان برو. جو بخیر صبحت بخیر. صبح شما ماشاءالله صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. اجازه است که ما امروز در سیمپتون بریم؟ اجازه است؟ بری بخیر. مهربانی شما خیلی پیش صاحب خانه یاد میشه دیگه. برو مهربانی مهربانی مهربانی. ماشاءالله 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 چی اکسیم. مدیر صاحب بزرگوار سلام و صبحتانم بخیر. صبح شما بخیر. خدا کنه صحت داشته باشی. یکم همین طرف بیاین. خوبتر میشه. کمی صبح آغاز دیگه ما ماشاءالله امروز دیدم شاگردای بسیار نازانند و خوش شدیم. برای شما هم خوش آمدید میگم. به طور زنده هم یال دوستا تصویرتان میبینم. سلام علیکم که میکنیم مهربانی دیگه. سلام علیکم. صبح همه دوستا بخیر. انشالله که صبح شما بخیر باشه. فعلا اینجا آمدن و خودم محمد جاوید بارگزی هستم، مدیر مکتب و در پولیش آمدیم که اصلا امتحان شاگردان یک بار دیدن بکنیم و ببینیم سوالاشون چه قسم است، آماده هستن نیستن. امروز امتحان داشتی؟ بله امروز امتحان داشتم. مکتبم برای دوستا بگو کدام مکتب است و دربارهشون بگو که چند تا شاگرد و چند تا استاد داری. درست. لیسه خصوصی دانشوران کشور است، در نایب 15 قرار داره. نایب 15 تعلیمی. ما در حدود 25 نفر استاد داریم. صنف‌های ما فرق میکنه، ذکر جدا و اوناس جدا است، تایمشون هم فرق میکنه و در پولیش تعداد شاگردای ما در حدود 3.5 شاگرد هستند که فعلا در تعلیم قرار میتیم شون. از صنف اول شروع تا صنف چندم است؟ از صنف اول شروع تا صنف 11 فعلا شاگرد. صنف 11 12 ان شاء الله شامل میسازی تا که یک شاگرد همی جمعیه که بخیر تو اسناد فراغت بگیره. بله فعلا شاگردای خود ما تا صنف 11 رسیده، مثلا از صنف 8 تا 7 آمده بودن، در صنف 11 شدن و ان شاء الله به سال آینده پلان داریم که شاگردای صنف 12 رو بخیر جذب کنیم و از خود ما 11 ما 12 میشه ان شاء الله. مدیر صاحب بزرگوار چه وقت میشه که این مکتب فعال کردی و در مدت این وقت توانسته که به هدف خود برسی یا چطور؟ در حدود 3 سال 4 سال میشه که ما مکتب ایجاد کردیم از سال 1399 تا فی الحال و تلاش‌های خستگی ناپذیر خود انجام میدیم چون از ما کار ما هم ثواب است هم خرما. دیگه تلاش میکنیم ان شاء الله که قناعت فامیلا را فراهم کرده بتونیم، خدمت بتونیم به جوانای وطن ما. دیگه تلاش داریم تا اهداف خود بیشتر برسیم. اهداف خود پورا نمیشه، هر چقدر یک هدف برسه دیگه هدف ایجاد میشه. ما خب تلاش میکنیم تا به هدف خود برسیم و بیشترین هدف ما است که بتونیم خدمت درست به می فرزندا بکنیم. مدیر صاحب ما میخوایم گپای شما را همینجا دیگه با پایان برسونم، باز که شاگردام صحبت داشته باشم.
در این مدت کدام مضامین تدریس میشه، مضامینی که خاص در حساب معارف است یا بعضی مضامین بدون از اون دارید شما؟ ما نصاب معارف کاملا تطبیق میکنیم و از طرف هیئت های وزارت معارف و ریاست معارف را همیشه آمده در جریان سال تعقیب شده. نصاب معارف کلا تطبیق میشه. در پولیش ما نصاب تقویتی انگلیسی و کامپیوتر هم تدریس میکنیم. بسیار عالی. باز انگلیسی که در این روزا بسیار نیاز است، چرا که می پیشرفت و وسایلی که در این روزا استفاده میشه کلگی مربوط انگلیسی است. تا چه حد مهم است و یک مکتب خصوصی باید کدام خصوصیت داشته باشه که ما مکتب عالی را بگوییم یا هر پدر و مادر جان بخواه که به اون مکتب بچهای خود روان کنند؟ یکی از موضوعات مهم در خصوصا در مکاتب دولتی و خصوصی این است که اول نظام درست باید داشته باشه مکتب تا شاگرد بیاموزه نظم و دیسیپلین. در پولیش سیستم تدریسی خیلی مهم است. استادای مسلکی باید استخدام شود و تدریس شاگردها به شکل زنده باشه. یعنی عملا استاد مواد درسی دستم داشته باشه که درس بر شاگرد زنده شود، یعنی مثل بیروح نباشه درس. این باعث میشه که شاگرد خوبتر یاد بگیره و نقطه قوت مکاتب خصوصی ای است که آنها باید بالای درس کوشش بکنن، شاگرد فعال نگه داشته باشن و کوشش کنن که از فعالیت‌های زیاتر شاگرد محوری کار بگیرن، سوال جواب کار بگیرن و متد عملی را کار بگیرن. بیشتر یاد که تقریبا 20 چند استاد داری. همین استادا بسیار مهم است، چرا که شاگردان را درس میده مضامین خود. استادایتان از کدام بخش فارغ است و تحصیلشان تا چه حد است؟ از ما استادای ما در دو کاتگوری هستند، 14 پاس و لیسانس هستند. او شاگردایی که 14 پاس است، استادایی که ببخشید 14 پاس هستند، اونا معمولا از بخش دارالمعلمین ها فارغ شدن که متد درسی را کنن. صدای مرا داری؟ پلیزی که متد درسی را میفهمن، باز ما پیش از اینکه در صنف برن درس بدن یک سمینار. بله اسد جان. خیلی خوب. عیسی جان از جناب استاد بپرسین، یکی از موضوعاتی که خیلی زیاد بوده در مکاتب در وقتی که ما خود ما مکتب میرفتیم تنبیه فیزیکی بود. مسئله تنبیه فیزیکی یعنی همون لت کردن در مکتب با اصطلاح عام. چوب استاد همیشه می بود پیشش اگر در مدرسه میرفتیم یا مکتب میرفتیم، ولی فعلا کم رنگ شده. اساتید بزرگوار کوشش میکنن که شاگردان را زیاتر تشویق بکنن که مکتب بیا لطشان نکنن. استاد چقدر در نظر گرفته و در مکاتب خصوصی چقدر در نظر گرفته میشه این پوینت؟ بسیار عالی. همکارم یک سوال کرد، ما باز خاطر از این مایک پس بردم گفتم نشوه که لایپ ما قطع شده باشه یا کدام مشکل باشه میبخشی. همکار ما گفته که بسیاری وقتی هم دوران ما بوده یا خودتان شاید دوران اون وقت شامل بوده، یا کمی لط و دیگه برخورد زشت می بود اگر در مکتب می بود، اگر مدرسه می بود. تا چه حد فیصدیشون کم شده در این روزا و در مکتب خودتان تا چه حد نمی ذهنیت سازی را کردی استادا رو پامانده که دیگه بلد نیاز نیست، این وقت لط نیست و نی شاگرد بلد درس یاد. درست. فعلا خب از زمان گذشته که برادرم سوال کردن، واقعا در گذشته یک موضوع زیادتر بود، یعنی شاگردان لطوکوب می شدن در مکاتب، از درس دلسرد می شدن. فعلا خب منطقاً باید امروی شاگرد صحبت شود و قناعت داده شود و شاگرد گفته شود که این کار نادرست است، ولی کار نادرست انجام میده از دیدگاه اداره و سرمعلم استادش، یا باید یک کمک بدیدی یعنی خوبتر دیده نشه، چون شاگرد احساس کنه که من کار درست نکردم و حالا فعلا موقف ندارم پیش استادم و اعضای اداره. این رقم به نظر من خوبتر است نسبت به اینکه آدم مورا لطکوب بکنه یا مثلا شاگرد تهدید بکنه. این درست نیست. و در مکتب ما این موضوع تا حد زیاد مهار شده و فعلا خیلی شاگردان خودشان میفهمن که باید کدام دیسیپلین مراعات بکنن، چی باید بکنن که به مرحله لطکوب نرسن. مدیر صاحب یک خو لباسشان است که لباسشان مشخص کردی، دیگه چی خصوصیت داره، یعنی کار داره، چی مشخصات داره که یک شاگرد در مکتب داخل میشه یا از مکتب میره، چی خصوصیت داره دیگه؟ خصوصیت دیگه است. اول خب یونیفرمشون مشخص است که همگی میشناسیشون، کارتای هویتشون در گردنشون میباشه، تمام موضوعاتشون. و در پلیس ما سیستم دیتابیس داریم که بایومتریک است، یعنی هر کدوم آیدی نمبر داره. اینا وقتی داخل مکتب میشن حاضریشون هم فینگر است، پیام به فامیلایشون میره که حاضر شدن و خودشون هم غیر حاضری کردن میدن و تایم رخصت هم میشن، پیام به فامیلایشون میره، اینا فینگر میمونن که نمیتونن جای دیگه برن. البته محدودیت به خاطر بولشون خب تحت کنترل گرفته شدن همشون دیگه، همه چیزشون یونیفرم کارت و چیزشون اومده. مدیر صاحب تا چه حد کتیب فامیل محترمشون با ارتباط است، ارتباط هفته‌وار، ارتباط ماهوار
جلسه روبرو یا واتساپ کدام گروپ داره به چه قسم کتی فامیلش ارتباط میگیری، یگان وقت بچه مریض می باشه، یگان وقت مشکل پیش می باشه، یگان وقت بیخی هم شاگرد بهانه میکنه که والا ما وارسی دارم، غم و شادی دارم، فلانی دارم، به این بهانه نمیایه که چون در فامیل ارتباط تا چی حد مهم است و خودتون به چه قسم کتشان ارتباط است؟ ما در مکتب خود سیستم قسم تنظیم کردیم که مشکلات به دو کاتگوری تقسیم کردیم. روزی که شاگرد غیر حاضری میکنه یعنی هیچ داخل مکتب نمیشه، کنترلر ما هستن، وظیفه دارن تمام شماره فامیل هست پیش ما برشان تماس میگیریم که اینا نامدن امروز تا فامیلش آگاه شوه که فرزندش امروز مکتب نامده. دلیل وقتی که از پیش فامیل ما میگیریم مطمئن میشیم که طفل خودش نامده یا مثلا یک مشکل داشته. و اگر احیانا داخل مکتب کدام مشکل پیدا میکنن باز فامیلشون میخوایم از نزدیک میاین اینجا میبینن طفل خود که واقعا موضوع رو بررسی میکنن مشکل چی است، بعدن اگه اجازهش خواستن اجازهش میگیرن میبرن، اگه نخواستن همینجا مشکل حل میشه. و در پولیش موضوع که شما گفتین ما جلسات حضوری بسیار کم داریم چون زیاد وقتی گپ میشه، فقط موضوعات حاد یا موضوعات مهم که باشه باز فامیلا رو میخوایم از نزدیک همراهشون صحبت میکنیم. دیگه موضوعات از طریق گروپ واتساپ است تنظیم کردیم، تمام فامیلا دم هستن، هر هفته هر روز یک موضوع جدید که میشه در مکتب یا مثلا در موضوعات صنفشان یا تجربه که شاگردا کار میکنن، درسایی که میخوانن باز گزارش ما در گروپ شیر میکنیم، همگی آگاه میشن. یک سوال اخیری ما باشه، چون که شاگردا ماشاءالله زیاد منتظر شده که باز خسته نشوه. مدیر صاحب به اقتصاد مردم شما رو میبینه که وضعیتش چندان خوب نیست، باز دوستای اقتصادش ضعیف است ولی باز میخواد که اولادشون به یک جای برسه یا دکتر شوه انجینر شوه، تا چه حد در بخش پیستش دیگه وضعیتش در نظر گرفته که یک به اندازه پیست بگیری که فقط دیگه یک چیز برای شما میشوه و اولاد اونو رو یک چیز یاد بگیره دیگه. ما خب وقتی که فامیلا به ما مراجعه میکنن معلومدار مرات زیاد همراهشان میکنیم، کسایی که واقعا مشکل دارن مشکلات خود میگن ما بررسی میکنیم. یک تعداد شاگردای زیاد رایگان هم داریم صرف به خاطر که مشکلات اقتصادی داشتن و میخواستن که در مکاتب خصوصی درس بخونه فرزندشون، ما همراهشان همکاری لازم کردیم و کسایی که مشکل داشته باشن همراه اینا ما خیلی مراد کردیم. گپ اخیری ما نمی نشد که نمی چی قماش یا پیس ماهانه ازشان میگیری و لباسشون سری ناس یا سری مکتب است؟ از فیساخ متفاوت است چون اقتصاد جامعه ما شما از افرادش متفاوت است، نمیتونیم یکسان فیس بگیریم، فرق میکنه فیسا در کاتگوری مثلا 600 700 1000 تا 1500 تا این حدود است نظر به صنفشان. مثال از 500 شروع تا 1500. بله نظر به کاتگوری صنفشان. بله رقم دیگه باز صنف فرق میکنه یا اقتصادش فرق میکنه؟ مثال یک شاگرد در صنف اول از در صنف دوم است، یک شاگرد در صنف 11م است، به نظر اقتصادش پیسش سنجیده میشه یا به سیستم صنفش دیگه؟ هم سیستم صنفش در نظر میگیریم چون وقتی که صنفش بالا میره معلوم دار که استاد مسلکی تر نیاز داره. ما دو استاد، یک استاد همکار میداشته باشیم، یک استاد تدریسی، دیگه هزینه بالا میره. خب ما هم هزینه داریم در مقابل از اون معلوم دار صنف که بالا میره فیسش هم یک مقدار بالا میره و صنف پایین یک مقدار فیسش میره. تشکر. جور باشه ما دیگه میشینیم که شاگردان امروز صحبت دارم برای گپ زدن، همشان انشالله سلام کلام کرده میتون یا خب آماده هستن. باز احسان جان میگه علاقه داره که من هم مصاحبه بکنم. کدام هست احسان جان؟ اوه مگم چقدر دم دالای مترششتی دیگه. خب همینطور بازم من دانشه تو باشه که امروز ما امسیم پیشه و ماشاءالله خوب است انشالله. بله. صبحتون بخیر. صبح شما بخیر. نامتون؟ متیولا. متیولا. تخلص نداری دیگه؟ لنگری. متیولا لنگری. لنگری؟ بله. چی جالب تخلص است دیگه. کی سرت مانده تخلص است؟ پدر کلان. اوه خب بسیار عالی. صنف چندم هستی خودت؟ صنف پنجم الف. ماشاءالله. امروز امتحان داری دیگه؟ بله. امتحان چی می باشه؟ مضمون اجتماعیات. مضمون اجتماعیات. باز کدام مضامین خوش داری؟ در کدام مضامین راحت می باشی؟ ما در ریاضی و فقه. ماشاءالله. ریاضیش سخت است و فقهش باز ماشاءالله خوبتر است که دیگه ما و شما باید یاد داشته باشیم. نه؟ بله. چی می‌خوای در آینده بخیر جور شوی؟ انجینر، پیلوت، دکتر، قاری، قاضی؟ من میخوام در آینده پیلوت شوم. نکنی پرواز ایستکو که دیگه مردم نکشی. خداوند به میارزو شما را برسانه. در خانه کی تشویقت میکنه؟
پدر و مادرم. ماشاءالله. پیسه میگن وقت برات میته نه؟ بله ها. میته؟ بله. صبحانه چند پیسه میته؟ صبحانه 20 روپه به ما. وای 20 والا که برای ما داده باشه. ما که کلان دیگه وای 20 برای ما نمیته، برای تو چطور 20 میته؟ باز مصارفش هم از پیش تو پرسان میکنه که در چی مصرف کردی یا او رو پرسان نمیکنه؟ میکنه بله ها. او مهم است دیگه. پرسیده شوه که پیسه در چی مصرف کرد، نشوه که در کدام گیم زده باشه، کدام جای رفته باشه که او دیگه پامیلت اجازه نمیده دیگه. همینه؟ بله ها. باز درسای دینی هم در مسجد میخونی یا چطور؟ باز ما در زمستان میرم مدرسه. حالا به خاطر از که مکتب است. بسیار عالی. جور باشی، با عزت باشی. تشکر. خبر بودی که امروز مصاحبه میکنیم یا نه؟ خبر نبودی؟ بودم. نه خبر بودی. جور باشی. صبح شما بخیر. صبح شما خوب است ان شاء الله. بخیر باشید. نامتان؟ سلیمان سلیمان. و تخلص؟ خالقی. نه تخلص یکم رفت میخوره. خب همکاری ما میگه 3 دقیقه وقت داره، دم 3 دقیقه گفتن ان شاء الله شاگردا زیاد است، ولی ما کوشش میکنیم زود کدام مضامین خوش داری فقه. و کدام مضامین راحت نمی باشی؟ در کلش راحت است. نکو دیگه در کل ریاضی سخت است. آسانه. نه خب خودت هم سیم پنجم است یعنی؟ بله. چی میخوای بخیر جور شوی ایندا؟ پیلوت. خب هر دوی تان پیلوت میشه وای. نشو که بین خود باز طیاره تکر کنی که والا تو هم سیمپی ما سکر روز کردی ما جنگ داشته یا تو نمیکنی. نه تو. خب درسات چطور است؟ کیفیت درسات چطور است؟ پدرجان و مادرجان راضی است بیچاره که میای یا نمیای؟ بله راضی است. راضی است ان شاء الله. ماشاءالله. تا مسجد تا جای مدرسه هم درس میخونی؟ تنها این مکتب ما کم گرفتی؟ نه تنها در مکتب هستم. خب بس درسای دینی هم بخونی دیگه. خود قرآن کریم میخونم. خب مضامین قرآن کریم ما میجا خوانده بشه دیگه. بله. بسیار جور باشی، با عزت باشی. سید قوا خدا کنه که پران نشه تو باشه که امیرالان صحبت کن جور بخیر. سلام. بس ان شاء الله. بله شما چطور لباسای مکتب نپوشیدید؟ یونیفرم چطور شده بود امروز فردا میپوشم. خب امروز خیلی یک بانه میکردی نمی آمدی؟ نه مکتب نیامدن بود از درس پس میمانم. خب در سال دما برو دما حساب کن. دما چقدر روز غیر حاضر میکنی؟ دما زیاد یک روز. وای چه والا با انرژیستی. وقتی مکتب ما می بود دفتر خود 2 3 روز حتما غیر حاضری میکردم دیگه. شما خیلی غیر حاضری کم میکنی؟ بله. برو در کوچه رفیقا نداری خاطر از غیر حاضری نمیکنی یا چطور؟ یا گپی نیست؟ نه گپ نیست. خب قرآن کریم هم تدریس میشه ماشاءالله گپ خوب شنیدم. کی کتتان کمک میکنه اگر وقت که کدام سوال دخانه در ذهنتان بیاید برای مکتب برای کدام مضامین پدرجان مادرجان کسی هست که کتتان کمک شود؟ بله. کی کمک میکنه؟ پدر و مادر. نه ماشاءالله. صبحانه چی وقت میخیزی از خواب؟ 6 بجه. 6 بجه. اول نماز میخونی باز میای بخیر کارهای مکتب پیش میبری. بله. چای باز چی وقت نوشیجان میکنی؟ چای بعد از نماز. بعد از نماز یک وقت؟ بله. نه والا. چی پیام داری به همین سن سالتان که کسایی هست شاگردای هست چی پیام برشان داری؟ پیام دارم که درس بخونن و غیر حاضری نکنن. ماشاءالله جور باشی. امیدوارا نبانه که تو باشه نگوی که والا اجازه است میشه بشینیم که تی همسایه‌تان امروز صحبت میکنه چقدر چوکه خورترک است. صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. خوب است ان شاء الله. بخیر باشین. نامتان؟ نام احسان الله. احسان الله. تخلص؟ تخلص رسولی. رسولی؟ بله. بسیار عالی. چند ساله میباشی؟ من 9 ساله. 9 ساله؟ بله. همکارت همسیپیاتان گفته که 9 ساله نیست، این 19 ساله است. نه 9 ساله هستم. خب میگم شما ولی خورد مانده مرا گفت. نه خیر. خب بله. سیمپی پنجم یاد میشید؟ بله. کدام مضامین تدریس میشه در کل گفته میتونی خودت؟ در کل انگلیسی آکسفورد مثلا انگلیسی معرف قرآن کریم دری ریاضی و غیره. اوه و غیرش کدام است؟ و غیره ریاضی اجتماعیات ساینس. از مضامین رسمی که غیرش زیاد بوده آفرین والا دیگه. از کدام مضامین خودتان راحت می باشه که او را دیگه یگان وقت بالا شوی پیش استاد او را بخوانی دیگه؟ انگلیسی. بله. انگلیسی را بلد هستی؟ بله من به انگلیسی علاقه دارم. علاقه داری یا بلد هستی؟ علاقه دارم. خب خیلی بلد نیستی ماوری هستی انگلیسی بلد نیستی فقط علاقه داری؟ بله. یعنی چی میخوای در این استاد انگلیسی شوی یا چطور دیگه؟ نه خیر من در آینده میخوام یک جراح شم. دکتر جراحی؟ بله. نه ما جراح گفتیم ما اریان مونده که چی جراح میشه دیگه؟ دکتر جراحی میشه؟ جراح داخله میشه. خب بسیار عالی. که تی همسیمپیا در بین همسیمپیا
کی رفیقتان است که او همیشه وقت که تان یا کمک می باشه یا پیسه که تو آورده باشه سری او مصرف کنی او آورده باشه سری شما مصرف کنی؟ عمر نام داره؟ بله. بسیار عالی. بسیار وقت راز نیاز کتی او داره دیگه. بله. خب روزی که غیر حاضری میکنی باز چی بهانه میکنی یک وقت؟ بانه نمیکنم. ما با مشکل یا مشکل باشه غیر از اینم یا غیر از این نمیکنم. ما مکتب خدا دوست دارم. بسیار عالی بسیار عالی. باز در ما چقدر خودت غیر حاضری کرده باشی به نظرت؟ ما خوش ندارم غیر از کنم. نه والا مکتب دوست داری یا در کوچه و خانه کسی سلام بالا رو نداره که او را دیگه ساعتتان کتی او تیر؟ نه مکتبم بهترین جا به آموزش است. مکتب خدا دوست دارم. نه والا چی یک پای شیرین میزنی؟ پشتو میگه؟ از کدام جای است خودت؟ زل غربانسکا. غربان د پروان غربان ته؟ بله. ډیر الله آصف جان کوم سوال خبره لري او که وخت پر اسونو زه خو راغی د استودیو له خوا څخه خدای دې خیر کړي داسې نه وي. عیسی جان فکر دیدیم. کنم وقت خبر تمام آوردیم است بیا به خاطر بالخیر که سر. مهمانای ما بیا منتظر هستند داخل استودیو و خیلی تشکر. بالکل صحیح. ورسته کې د پیغام څه د دې خپل همسنګرو مرګرو ته دې څه پیغام؟ پیغام ته مې ده که زه ټول همصنفیان مې درس ووایي و یو جماعت یو شی جوړ شي. ماشاءالله بسیار زیاد تشکر. جور با عزت بخیر باشین. آفرین. مدیر صاحب از شما هم تشکر. از امی کارگردتان بسیار تشکر که یک کار کرده یک بنیاد برگزار کرده که انشالله قابل قدر است و جامعه انشالله خیر میرسه و این تو شاگرداره که شما تقویه کنی به یک جای حتما میرسه. ما در میکول اخیر میگیم که دوستای ما منتظر است. خداحافظی شما بخیر باشه جور باشه با عزت باشه. تشکر از شما که میایین مصاحبه میکنین و شاگردا را به انگیزه میتین و کل ما شما اولادی وطن خدمت میکنیم ان شاء الله که بتونیم خدمت درست کرده بتونیم. جور باشه. تشکر سلامت باشین. تشکر از شما. آصف جان از شما هم تشکر. از همکارای تکنیکی بسیار زیاد تشکر که امروز برای ما بازم فرصت و وقت داده. یاد مکتب بخیر یاد مکتب در ذهن ما آورده. دیگه امروز گزارش ما بوده درباره مکتب درباره درس خواندن نو و درباره نظم و دیسیپلین مکتب دیگه که امروز شما دیدی و شنیدی. دیگه روز خوش داشته باشه آصف جان. بخیر و عزت باشی. تشکر از گزارش قشنگت. بقیه روزت خوش. خدا نگهدار.